وسط خرید زنگ زدم میگه هیوندای اکسنت دارم چند میگیری بفروشی؟ بهش گفتم 15 تومن. گفت خرید دستت بنده زمین بیا. سر راه رفتم پیش آقا داراب یه قهوه زدم که شارژ شم واسه ادامه. وقتمون کم بود، سری خوردیم و سوار این مزدگدا شدیم و رفتیم مغازه. رسیدم دیدم ماشین گوشتن روی جه. یه دوره‌ای زدم دیدم نه. باریکلا. ماشین ترتمیزی و بدنش شق و رق. درو باز کردم ببینم وضعیت توی کابین چیه که دیدم وضعیت توی کابینم تمیز و قابل قبوله. تو دریای این ماشین جنسشون پارچه است و نباید توقع زیادی این ماشین داشته باشه. این ماشین اونور آب به جای پراید و تیبا سوار میشه. اما توی ایران برعکس و این ماشین انتخاب اول دکتراست. کف صندوق ماشین رو نگاه کردیم که ببینیم ضربه ترافیکی از عقب داره یا نه. جلوبندی این ماشین یکی از ضعفاشه که با دقت چک کردیم و هیچ مشکلی نداشت. بعدش نوبت روغن ریزی موتور گیر باکس بود. شاسی عقب ماشینم چک کردیم بدون ضربه بدون مشکل. عقب ماشینم از ترمز و کمک و اکسل و هر چیزی که بود چک کردیم. یکی از خوبیای این ماشین اینه که 4 تا ترمزش دیسکی و اگر دنبال یه ماشین کم استهلاک و بی دردسری واسه مصرف شهری این ماشین انتخاب سر و ته ماشین رو یکی کردیم. بعد بریم تست درایوش هم انجام بدیم. رانندگی با این ماشین هیجان خاصی نداره ولی بهت حس اطمینان میده. پیچ به پیچ این ماشین بررسی شده و برگه کارشناسیش هم صادر شد. انقدر صحبت کردم که ضعف کرد. اگر دوست داری یه پا کارشناس حرفه‌ای بشی فقط باید بیای توی پیجم و پیج منو فالو کنی.